حالا به این فکر کردین که 5 سال آینده چه نسخه‌ای از خودتون هستین؟ ما همزمان که در لحظه حال زندگی می‌کنیم در حال شکل دادن به خود آینده‌مونیم. و آینده ما اون رویاهایی نیستن که تو ذهنمونن، بلکه اون قدمایی هستن که هر روز داریم برای خودمون برمی‌داریم تو سکوت و آهسته. ما باید بیایم ببینیم الان کی هستیم و در آینده می‌خوایم چه نسخه‌ای از خودمون باشیم و این دوتا چقدر تفاوت داره. و برای رسیدن به اون نسخه بهتر از خودمون لازمه چه کارهایی انجام بدیم، چه عادتهایی رو به روتینمون اضافه کنیم و چه عادتهایی رو از روتینمون کم کنیم. و انتخاب‌های هر روزمون نشون میده که ما چقدر به خود آیندهمون وفا داریم. مثلا کسی که میاد روزانه 20 دقیقه زمان میذاره و مطالعه زبان داره، با کسی که این 20 دقیقه رو به بتالت میگذرونه، در طول زمان، در طول 1 سال خیلی نتایج متفاوت و چشمگیری بهمون میده. و ما باید اینو بدونیم که حتما لازم نیست با قدم‌های خیلی بزرگ شروع کنیم، با قدم‌های کوچیک هم میشه شروع کرد. مثلا روزانه 10 صفحه کتاب خوندن یا 15 دقیقه تحرک بیشتر یا حتی یه لیوان آب بیشتر خوردن. و اینو بدونیم که چیزی که امروز خوشحالمون میکنه لزوماً به درد آیندهمون نمیخوره و ممکنه انتخابای الانمون یکم سخت‌تر باشه، ولی باعث میشه که پازل آیندهمون تکمیل‌تر بشه.